کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میر سمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم اورست و یا جامالونگما به نپال سفر کنند. خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سخت را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم. فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدر او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد. بله، به خاطر از این که مثلا ما با شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیرخمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمت‌های کرده تا از طریق طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته. ترجیح این واقعا جای نگرانی، من نگران هستم دیگه از این بار. در شب و روزی که تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997 2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است. خواست ما از طالبان است که وقتی که باز دوباره آمدن یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دختران نشه که ورزش کنند و مثلا تا قدر که ما پیشرفت کردیم در طول قدر سالا، مثلا ما اولین تیمایی هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امی دستاوردی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همه قدر که ما پیش آمدیم یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس، تعلیم. ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته به آن که کی سر قدرت می آید به ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.